Дорогие мои белорусы, روز جمعه سویتلانا تیخانوفسکایا رقیب اساسی پرزیدنت بلاروس الکساندر لوکاشنکو در انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست از طرفدارانش دعوت کرد که کارشکنی را ادامه دهند تا مقامات به شنیدن صدای آنها مجبور شوند. مخالفین حکومت بلاروس بر این نظرند که در انتخابات پرزیدنتی محض تیخانوفسکای پیروز شده است. در یک نواری ویدیو که 21 آگوست در شبکه‌های اجتماعی پخش شد، تیخانوفسکای از کارگران مؤسسه‌های این کشور دعوت کرد که متحد باشند. забастовки – это абсолютно легальное и мощное оружие коршиканӣ против василаи режима. қонунӣ ва муассир бар зидди режим аст. онҳо инро медонанд ва аз ин рӯ бо ҳар роҳ шуморо метарсонанд. тарс ба диктатура супоред. фаромӯш накунед, тамоми беларус Вы ҳамроҳ бо не шумост. одни. С вами вся Беларусь. بسیاری از کارخانه‌های بزرگ بلاروس در دوام 13 روز بعد انتخابات پرزیدنتی کارپرتایی نموده به اعتراضهای مخالفین پرزیدنت لوکاشنکو پیوستند. آنها میگویند انتخابات سرشار از تقلب بود. لوکاشنکوی 65 ساله که 26 سال این جانب رهبری بلاروس را بر دوش دارد، ادعا می‌کند که در آوازدهی 9 آگوست پیروزی نظرگیر به دست آورده است. تیخانوفسکای 37 سال داشته بعد از آن نامزد کرسی پرزیدنتی شد که مقامات شماری از داوطلب‌های احتمالی کرسی ریاست جمهوری بلاروس و از جمله شوهرش را حبس کردند. بعد انتخابات تیخانوفسکای به لیتوا هجرت کرد ولی به شورای هماهنگسازی انتقال قدرت در این کشور همراه شد. شورا از افراد شناخته عبارت بوده، هدف آن مذاکرات انتقال قدرت با حکومت این کشور است. Создание подобных органов законодательством не предусмотрено. 20 آگوست دادستان کل بلاروس اظهار نمود که پرونده جنایی باز نموده، زیرا شورای مذکور به امنیت ملی بلاروس تهدید به بار می آورد. اعضای شورا اصرار می ورزند که عمل آنها مطابق به سرقانون بلاروس است. اتحاد اروپا تاکید کرده است که نتیجه های انتخابات پرزیدنتی بلاروس را اعتراف نمی کند و به زودی بر ضد حکومت لوکاشنکو تحریم جاری خواهد کرد. در جریان تعقیب گردهمایی‌های اعتراضی بلاروس نزدیک به 7000 کس بازداشت شده، هزارها نفر دیگر زخمی شدند.